خب با کتاب برتری خفیف فصل اولش با شما هستم. تو اول که میاد مقایسه انجام میده، بعدش میاد میگه پس هر کسی میاد دوتا ورژنش رو که مقایسه میکنه، میاد میگه که این ورژنی که اینا رو داره، این یکی ورژن اینا رو داره. خب سخت کوشی پشت کار رو مثال میزنه و یک نتیجه ای میگیره، میگه که پس هر کسی که به سختی کار و تلاش میکرد میتوانست به موفقیت برسد. کافیست به اطرافتان نگاه کنید که ببینید که اصلا موضوع اینطوری نیست. یارو از صبح تا شب کار میکنه توی جایی که نامناسب فرض کنیم این کار انجام نمیشه. پس این فیلتر اصلی نیست. فیلتر اصلی در ادامه احساس میگه میاد داستانش رو میگه. خب بعد میاد میگه که بیشتر مردم توی سراشیبی شکستن. یعنی میاد یک ماتریسی رو در واقع میچینه: موفقیت، بقا و شکست. خب بیشتر ملت و جامعه که وجود داره بین بقا و شکست دارن نوسان میکنن. یعنی میرن به شکست میخورن، کم تلاش میکنن، میرسن به بقا. همین که به بقا رسیدن سرشون تا اینجا عذاب بیرون آمد که نفس بکشن، دهنشون رفت بالای هوا بگیره، تمام شد. دوباره میان پاشون که دوباره رسید به کف، پا میدارن میرن بالا میبرن. بین این دوتا بقا و شکست در واقع نوسان میکنن. مورد مهمی که میگه کار خاصی نمیخواد بکنه. همون کاری که از شکست آوردتش به بقا، همون کار رو ادامه بده، از بقا میره به موفقیت. ولی این کار رو انجام نمیده. خیلی مهمه. یعنی کار اضافه خاصی وجود نداره. همون کارا، همون اقدامات هستش که شما رو از شکست میبره به بقا و از بقا میبره به موفقیت. ولی بیشتر عموم جامعه که ما داریم میبینیم اینطوری هستن که از شکست دارن میرن به سمت بقا و بقا دوباره شکست. اینطوری این نوسان رو انجام میدن ولی همون اقدامات رو انجام نمیدن. احساس استحقاق و شایستگی رو گفته. این خیلی مهم بود که این بخشش، یعنی میان همون که گفتم همون اقدامات باعث میشه که شما برید به سمت موفقیت. خیلی مهمه انجام دادن همون کارها. وقتی میرسن به بقا، انجام دادن همون کارها رو متوقف میکنن. طبیعتا وقتی هم که متوقف میشه میان پایین. این خیلی اهمیت داره. وقتی متوقف میشه میاد پایین. نباید متوقف بشه. در طول این کتاب به ما خواهد گفتش که این باید اقدامات استمرار داشته باشه، متوقف نشه، بره جلو و بره بالاتر. یعنی کسی که تونسته از شکست برسه به اون جایی که باید باشه، خب جان سالم ببره، به خط بقا برسه، با همون اقدامات هم میشه موفق بشه. فقط نیازیست. یعنی صحبت اصلیش اینه که نیازیست شما کار فوق‌العاده و خارق العاده خارج از دسترسی انجام بدهید. این دقیقاً همان کاریست که 99.9% از مردم انجام نمیدهند. چه کارهایی؟ کارهای ساده، در حقیقت کارهایی که شما رو به موفقیت میرسه. همون کارها، همون اقدامات، کارهای ساده. خب اونقدر ساده هستن که اصلا نادیده گرفته میشن. در حقیقت افراد موفق اون کارهای ساده رو انجام میدهند، اما افراد ناموفق فقط با آنها مینگرند و کاری نمی کنند. بعدن میاد جز این رو مطرح میکنه که همه علتی که یکی برتر شده بحث برتری خفیف هستش. خب توی آخرم میاد در واقع 4 تا نکته مهم رو ارائه میده. اولی همونی که گفتم، همون اقداماتی که ما رو از شکست به سمت بقا سوق میده، همون رو میتونه رو بقا از سمت موفقیت راهنمون سازد. البته
اگر فقط انجام دادنشان را ادامه دهیم. اینجوری نباشه که بریم متوقف بشیم دوباره بریم متوقف بشیم نه، بریم یکم حتی بالاتر نه، همون رو انجام بدیم، بالاخره میرسیم به جایی که باید برسیم. این خیلی اهمیت داره. پس همون کارا رو اگر فقط انجام دادنشان را ادامه دهیم و متوقف نکنیم. شما در حال حاضر از هر کاری که برای رسیدن به یک موفقیت خارق‌العاده و بسیار بزرگ لازم است آگاه هستید. همه کارهایی که باید انجام دهید ادامه دادن همان کارهایی است که شما را به اینجا رسونده است. یعنی شما که تا اینجا اومدید، از اینجا به بعدش هم همون مسیره، همون اقداماتتون باعث میشه که شما به اون خواستتون، به اون موفقیت، به هر چی که هست برسید. خب نکته بسیار 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 مهمی که میاد مطرح میکنه، میگه شما کنترل تمام و کمالی بر مسیر زندگیتون وجود داره. بعد میگه خب این نمیشه، اون نمیشه، اون نمیشه. به حالی که میاد ارائه میگه کنترل دست شماه. مثلا منی که میتونستم امروز مثلا پسنداز کنم، نمیکنم، کنترلش دست منه، یکی دیگه منو مجبور نمیکنه. منی که میتونم امروز پاشم یکم ورزش کنم، یکم بدوم، یکم کارهایی که در دسترسمه انجام بدم. در دسترس انجام نمیدی، تقصیر کسی دیگه نیست، تقصیر خودته. خب و این رو میاد داره میگه که خب این هم مثلا گمون برتری خفیف است. تداوم ادامه دادن کنترل تمام و کمالی بر مسیر زندگیتان حاکم هستید که شما حاکم هستید. بعد میاد یک نکته رو ارائه میکنه، میگه که همه ما توی درونمون هم ولگرد ساحلی نسخه خودش رو میگه، هم یک میلیونر داریم. هر دوتا داریم، فقط کافی که به کدوم یکی در واقع رو بدیم. این هستش که باعث میشه که ما به نتایج متفاوتی میرسیم. شما هستید که این نتایج رو انجام میدید. خیلی سپاسگزارم ازتون.